کانال لاروین مایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. شرح است. خوش کردید. مسافرای در خدمت شماست. برای اول بار یک سوژه متفاوت در شهر زیبای مزار شریف برای مزارای عزیز ما، برای جوانای عزیز ما که واقعا عاشق همچون بازی ها هستند به تصویر میکشند. که در اکثریت ولایت ها یا در پایتخت کابل بود همچون فعالیت ها، ولی خوشبختانه توسط یک جوان بلخی ما برای اولین بار این بازی های تمرینی به مزار شریف آورده شد. خب دوستان، جایی را که شما در تصویر میبینید در لابلای برنامه با اشاره کردم. اعضای ما که ابتکار به خرج شدن و اینجا را برای شما برای مزارع عزیز تازه ایجاد کردن، ازشان تشکری ویژه میکنیم. با جناب مدیر صاحب هستیم در رابطه به تمام موضوعات از ایشان حتما پرسان میکنیم و پاسخشان میگیریم. جناب مدیر صاحب سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیریتی هست؟ بخیر هستید؟ تشکر. سلامت زنده باشید. بین پیش بین که این طرف این پیلر اینجا بین این چه خوب است در ابتدا خود به هموطنان ما معرفی داشته باشین. نام شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اشکان طلاب هستم، مسئول پرینتال اسپیشال فورسون در ولایت بلخ شهر مزار شریف. مدرسم برای بفرمایید. برای سفر مدرس مسجد سفید نوشاد تحقیق مبارکتان باشه. خیلی زحمت کشیدین. از شما و از رئیستان کسی که سرمایه گذاری کرده یک تشکری ویژه میکنن که برای جوانای بلخی همچون یک جای ویژه برای تفریح آماده کردن. خیلی خوش آمدید جناب استاد محترم. قسمی که شما در تصویر هم دیدین این بازی کاملا جدید است در ولایت بلخ. چه روز میشه که شما این کار آغاز کردید بخیر؟ تقریبا 3 روز میشه که ما اینجا افتتاح کردیم. 3 روز؟ 3 روز میشه اینجا افتتاح کردیم و اجتماع یکی از جوانای ولایت بلخ اینجا ایجاد شده و سرمایه گذاری سر انداخت. شما میدونید تمام این چیزی است که باید سرمایه گذاری شود و پول انداخت اینجا مصرف شده اینجا جور شود و این دیزاین و این خط تمام از این نیاز دارد سرمایه گذاری شود و یا منظور از این که به اصطلاح هم 4 نفر 5 نفر از هموطنان اینجا بیاین سرگرمی ایجاد شود و هم درآمد پیدا شود. همین سیستم سرگرمی چگونه است؟ مثلا جوانا میان گروه میان اینجا فردی بازی میشه، گروهی بازی میشه، چگونه بازی میشه؟ تیمارهای این موضوعات برای دوستا بگید که شاید بعد از این تیم هم باشه با اونا باید بازی هم بکنه. قسمت شما می‌بینید و شما فعلا در داخل میدان هستید. بله. اینجا کاملا به شکل نظامی طرح دیزاین شده. این دیزاین هم هر روز یا 15 روز کامل تغییرات می‌یابد چون که باید نوآوری به صورت بگیره، چون یکی از مثلا وقتی که بیاید داخل اینا چند روز بعد که بیاید باید کاملا فضا تغییر بکنه، موضع‌ها و سنگرها این دیزاین کامل باید تغییر بکنه. بله تصویر می هم کنیم پیش بیم خوش هر تیم بیاین و بایرق تیم مخالف خود باید و سنگر خود که هر جایی که خودشان انتخاب کردن مثلا اینجا موضع و سنگر یک تیم است. اینا بیاین بایرق تیم مخالف خود و سنگر خود میارن. اونا پیروز است. اینا باز پیروز است. همین کسی که بازنده است مثلا متفنگی که مد نظر گرفته شده در او مرمی که داره باز اونا چگونه باید اینجا کدام کسی هست ریفری است اونا تصمیم میگیرد اونا بازنده شدن یا زخمی شدن چی رقم است؟ یک داور در میدان میباشه. خوش اونا وقتی که یک بازیکن مثلا یک مرمی میخوره بر از اون معلوم میشه اینا لایزر داره برشان میزنه لایزر تو خلاص هستی این بازیکن به اصطلاح اوت است دیگه باید بازی نکنه قانون به میدان هم میاد اینا مطابق پای داور به صورت داخل میدان میشه منظم مجهز با تمام لباس وسایل بازوبند، زانوبند، عینک، کلاه، دستکش که مکمل باید یک ایمنی اصلا مد نظر گرفته شود تا جوانان ما داخل از بازی میشن
دیگه آسیب‌های سطحی و جسمی نبینن. از بشیر جان پیش بیا، این تفنگی است که با این لباس منظم شما میشه بیاین ببخشین اصلاح شوین اعضای ما مزارع عزیز ما دوستای ما از هر ولایت که میان خوش میین. خوشبختانه بازم تاکید میکنم که در کابل بود اما در مزار دیگه این ابتکار جناب مدیر صاحب و کسی که اینجا سرمایه گذاری کرده به خرج دادن. این رقم یک لباس منظم شما میپوشین و دیگه از این مرمی دیگه مرمی اصلی نیست، نترسین. خب این را یک برای هموطنان از ما تشریح بدید. وی اسلحه را شما از کجا آوردین؟ این خود افغانستان فکر نکنم که باشه. بله، این اسلحه را قسمی که شما میفهمین مخصوص بازی پینبال طرحریزی و یا دیزاین شده. خوش که این اسلحه بدبختانه بگویم در وطن ما موجود نیست. این را ما مجبور و مکلف هستیم که از کشورهای خارجی مثل چین و یا تایوان بخوایم که اسلحه را ما از چین خواستیم. خوش اینجا چی است جناب از شروع تا آخری را ما براتون تشریحات میتونم. بالا از که است بیاین منظم یک سر لایت هم بیاین که ببخشیم که می اوتر برو بشیر جون خودت اینم خوش که از لایت ما استفاده بکنیم. خب بالا از که است جایی است که با اصطلاح شاجورش یا مرمی انداخته میشه. چه خبر میده انداخته میشه؟ این اضافه تر از 140 150 مرمی گنجایش داره. خوش اینجا وقتی که مرمی انداخته شد بعدا این تفنگ یک بالون به این نصب میشه. خوش که بالون هم بالون گاز کربن دی اکساید است. که همین گاز کربن دی اکساید را به اصطلاح قدرت میده تا این فایر بکنه بیشتر. تا این گاز نباشه این بالون این تفنگ دیگه قدرت فایر کردن نداره. اما یک مرمیش تا چند تا چند 70 80 متر تا چه قدر تا 80 متری 90 متری راحت فایر میشه. راحت فایر میشه. بله بله. این امی لحظه مرمی داره؟ بله بله مرمی داره. امی علی آماده است؟ بله آماده است. یک دفعه فایر بکنید. شما این طرف این عجب این رقم گرفتم شما. بله بله. دوستای عزیز واقعا من خوش شما آمد. با جناب مدیر صاحب صحبت‌های ما و جزئیات ما که خلاص شد ان شاء الله میریم لباس میکنیم با دوستان ان شاء الله شروع میکنیم. اجازه است مدیر صاحب؟ بفرمایید سبزه صاحب. بگیرین شما. ما میریم از بیرون یک تصویر میگیریم، یک دو سوال دیگر هم از جناب مدیر صاحب پرسان میکنیم، باز دوباره لباس برتن میکنیم به میدان مبارزه میاییم. تجهیزات و یا تفنگ، لباس، یونیفرم مجهز یک بازیکن موجود است که از اینجا باز لوازم خود را گرفته از این در خروجی اینا خارج میشن و شامل میدان میرن. چند ساعت در میدان میمونن؟ یک ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه تایمش مشخص است یا تا که مرمی خلاص میشه؟ با تعداد مرمیایی که اینا دارن احتمال دارن که تا 20 دقیقه تا نیم ساعت نظر به اصطلاح کوشش توان خودشان است. هر چقدر زودتر تمام کردن اونقدر از میدان به اصطلاح خارج میشن. با کسی که اینجا سرمایه گذاری کردن با او یک مصاحبه کوتاه میگیریم، بعد از اون ما لباس چین میکنیم و ما هم داخل میدان میشیم. با ما باشید. این جوانی را که شما در تصویر میبینید از برکت ایشان در مزار شریف همچون یک جایی را که شما در لابلای برنامه دیدین جور شده. ازشان تشکری میکنم که برای جوانای عزیز ما یک جای ویژه تفریحی ایجاد کرده. شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ قربانت سلامت سیده باشه. میشه به هموطنان عزیز ما خدا معرفی بکنید نام شما؟ به نام آن خدای پاک سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان.
محمد مجتبی بوستانی هستم، فرزند مرحوم وکیل عبدالحسین بوستانی از ولسوالی برزاق ولایت جوزجان. فارغ التحصیل پانزه علوم نظامی پانتون مولانا جلال الدین محمد رضایی واقع مزار شریف. اخیرا هم یکی از استاجران شفاخانه خصوصی کیهان مزار شریف می‌باشم. جناب دکتر صاحب، چگونه یک بار تصمیم گرفتید که همچون یک جای تفریحی را به هموطنان عزیز ما یا بهتر بگیم به مزارع عزیز ما ایجاد بکنید؟ این انگیزه چگونه خلق شد؟ بنابر تشویق بعضی از دوستا بود، نزدیکا بود که در ولایت کابل پایتخت کشور عزیز ما مکان تفریحی اونجا جور شده بود. بعدا درخواست کردن که اگر همیشه یک مکان در سمت شمال ما وجود نداره، خواستن در مزار شریف ما که جمع جوش زیاد است اینجا ایجاد کنیم، گفتن همین انگیزه و تشویق دوستا و برادرها بود خواستیم این مکان ایجاد. تازه فکر میکنم یک 3 روز میشه که افتتاح شده؟ بله 3 روز شد. چند روز یا چند ماه وقت در بر گرفت کار از ترمیم از کارش کاملا به اتمام رسیده یا هنوز هم در حال ساز و تغییرات و پورا کردن تجهیزات هستیم؟ تقریبا دیگه 95% کارش را بگیم تکمیل شده در مدت 45 یا 46 روز همین ما تکمیل بدیم. کارش که اکثر کارش تکمیل شده نیست. از شما یک تشکری ویژه میکنم که هم به خاطر منبع درآمد و هم به خاطر سرگرمی هموطنان عزیز ما یک جای را ایجاد کردیم و تا در ضمن شما لازم میبینیم که کامراهای امنیتی هم اوجا نصب شده به خاطر از اینکه خدا نخواستن بعضی از اینا، یعنی شما از هر نگاه از مالتان، از موترتان، از همه چیزتان دلتان جمع باشه. و موضوع دیگه این که در ابتدایش شاید مسئولین اداره محلی شاید آمده باشه، یعنی منظور است که اونا کاملا آگاهی دارن از این موضوع. در روز افتتاح از شاروالی نفر آمده بودن در افتتاح شرکت کردن، از بزرگای محل بودن، از عنصر استخبارات منطقه بودن، یعنی کلشان خبر دارن. بله خبر. بسیار زیاد تشکر. ما دیگه با اجازه شما میریم و لباس میپوشیم وارد میدان معرکه میشیم ببینیم که چی میکنیم. بخیر. بله دوستان عزیز، جایی است که قرار است ما لباس برتر بکنم و برم و عزیز برادر عزیزم کمک میخوایم. من یک واسکت کجا بانم؟ واسکت جای هست شما یک الماری را خبر ما مجهز بکنیم که من کل چیزای خودم اونجا بانم، بعد از اون باز لباس رو بپوشم. دوستان عزیز دیگه ما قرار است که میده کل تجهیزات رو بپوشیم بخیر وارد میدان شویم و این برادر ما مرا همکاری میکنه. خب به اول دیگه چی رو باید بپوشم؟ بوت است چی است؟ یا پرپله است چی است؟ چیزی که در شماست. یعنی داریم ما بپوشیم. خب چند هست؟ این چه رقم پوشتیم؟ این رقم؟ خب این اومد که من بالا بستم میکنم شما برو بسته کنیم. این دیگه امو زندگی واقعی یک سربازه که به میدان جنگ میره و ما عملا در اینجا برای شما به تصویر میکشیم و این هم چنده شدی هم تختله که به خاطر زیریه بگوییم و این هم دستکش هست. این دوستای عزیز کم مانده بخیر و احساس آینده بخیر وارد میدان می شود و ببینیم که در اونجا چی گله به عافیتیم بخیر. چرا دی نظامی هم تو جوڑا شد. خب دیگه چی است؟ اسفند. این اسفند است؟ شما همکاری بکنید مخابراتتان اونجا بانید حتما. نام شما؟ کبیر. از کبیر جان تشکری میکنم که مرا در این لحظه اساس همکاری میکند. گرچه این کارایی است که باید خود نفر بکنه، چون وقتی شما به میدان مبارزه میرین باز یک نفر اگر بیا این چانته شما را بسته بکنه دیگه این به این معنی است که شما یک نظامی واقعی نیستین و تمرینات واقعی نظامی را شما هنوز هم انجام ندادید. و این هم زانوبند است دوستای عزیز که در پای بسته میشه.
هم قریب بخیر دوستو ایسیس وارد میدان میشویم. با خاطر از اینکه وقت ضایع نشه و از پیاتر جان خواهش کردم که من همکاری بکنم. خب بس یه آماده شد. خب دیگه کرمیش هست؟ چیه کرمیش هایی؟ ناو جدید نظامی و این کرمیش ها دوسته عزیز شما میکنید که در بازار چند است؟ خب بله دوست عزیز ما آماده مبارزه هستیم. میریم به میدان مبارزه و در آنجا با یک گروهی که خود ما تشکیل دادیم با او گروه در خدمت شما قرار میگیریم. رفتیم بخیر. برده استارت میکنید بازی خلاص میشه. هر نفر دو مرمی خورد صدای خودم بکشه. دوستان عزیز اعتراف میکنم که ما با جناب دکتر صاحب باختیم و دو مرمی خوردیم. یک مرمی اینجا خوردیم، یک مرمی این دبی سر خوردیم. دیگه برشان تبریک میگیم. دکتر صاحب ستاری مسی شیف بخیر. سلام علیکم. شما خوب است؟ این تیم مقابل است. ساخت سلگمه از ولایت زیبای سرپل ما هستن. گفتن همکاری میکنیم. گفتم تا گفتم ما را نبریم. گفتم دیگه جای همکاری و جای لیاز نیست، ولی ایشان برای ما دام مانده بودن، لیاز ما را نکردن و ما را زدن بردن، هم بیرق ما را بردن و هم ما را شکست دادن. دیگه چطور بود؟ خوشایند بود؟ واقعا لذت داشت؟ خندید؟ مزه برده به؟ میش کلنگه که برده تیک دم اکسر لذت روشتایی بریم؟ یا بل میدان هم میکن. خب دوستای ما میگه همکاری میگه کارام میگه یک میدان دیگر هم میگه باید بازی بکنید. مرمی هست یا نه؟ مرمی ها. شما طرف موضوع خود پاس برید. ما رفتیم. ما میدان اول باختیم دیگه. از دست دکتر صاحب باختیم. همکاری جدی نکردن با ما. با مجرده که بیرق گرفت زدمش، کفت خود گرفتم و قصد خود گرفتم. و یک موضوع دیگر دوستان عزیز میخوام که برای شما یادآور بشم. کسایی که به خاطر سیل و تفریح و میخواین که از این حرکات نظامی دیدن بکنن، اینجا مثل که دوستان نشستن
می نشینند و اینا کاملا در امنیت به سر میبرند، به خاطر که اینجا یک جای ویژه است که مرمی از این عبور نمیکنه، این مرمی که اونجا بخوره. من فقط میخوام کمی مرمی رو بر شما نشان بدم که چه رقم مرمی است. مرمی خلاص شده فکر میکنم. خلاص شده. بیرق گرفتی؟ این دوستای عزیز، این بیرق دیگه ما گرفتیم. میدان اول باختیم و میدان دوم ما با افتخار از پیش از پیششان بردیم. به هر صورت یک تصویر عمومی، یک تصویر کلی میگیریم، بعد با شما خداحافظی میکنیم. Bayrak zikra. Bayrak ne çıkar? Daha mı bu? از شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با اسحاق صاحب بودید. واقعا از گزارش امروز، از برنامه امروز لذت بردم. با دوستا و با عزیزا گیم بازی کردیم. شما در تصویر دیدید، هم بردیم هم باختیم. گیم دیگه بازی است، برد و باخت از خود داره دیگه. تا برنامه بعدی که اسحاق صاحب در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.